افغانستان و پاکستان در اوج بی‌اعتمادی فردا برای سومین بار در ترکیه روبرو می‌شوند، آن هم در سطح بالا رئیسان استخبارات دو کشور. همزمان امارت ادعای اسحاق دار که گفت مولوی متقی با او 6 بار تماس گرفته را رد کرد. آیا این بار طرفین توافق خواهند کرد؟ بینندگان افغانستان 1400 در سراسر جهان سلام. من احمد رشاد ظریف با آقایان فضل الرحمن اوریا آگاه رابط بین الملل و کامران امان آگاه سیاسی و نظامی به این بحث میپردازم. تشکر از هر دو مهمان. و آقای امان، این بار از میان پاکستان و افغانستان کدام یک با دست پر به میز مذاکره میرن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیلی ظریف صاحب تاسو ته، درون وریا صاحب ته، تخنیکی همکارانو ته او د تاسو تلویزیون اوریدونکو ته وړاندې کوم. مشکل ظریف صاحب در اینجاست که ما نمیتونیم کیها پر میه و کیها دست خالی میره. این مشکل است این مذاکرات، به خاطر اینکه که جانب مقابل کسی است که از مدن خطاست میگه. اونا در طول تاریخ خود اول در اتو جریانات اونا نششتن نکردن. اگر جنگ با هند بود مشکلات از اونا را کشورهای بیرونی حل کرده و چند جنگ دیگه که با هند صورت گرفت خرد و بزرگ او را امریکا حل کرده. حتی 4 روزه جنگش هم امریکا خاتمه داد و بالاخره تعرض به مردم بلوچستان ایران که راکت باران کرد مردم بیچاره غریب بلوچستان با نام از اینکه دشمنای زده اونجاست و ایران ها خستی طرف بلوچای بیچاره را بمبارد کردن. او جنگ هم امریکا خاتمه داد. جنگ نوروزه افغانستان و پاکستان هم به قماندی امریکا خاتمه داده اینا و خود از وا چیغ زدن به عربستان سعودی و قطر و بالاخره سر صدا به قصر سفید برآمد. در حالی که ادعا میکنن که در 2 روز امارت 6 بار با اونا تماس گرفته، امارت اسلامی رد کرد. آقای اسحاق دار دیروز گفت. خب اعتراض که موضوع ما شما بهتر میفهم جنگ تبلیغاتی است، گپ سر مورال است دیگه هستن که ما 6 بار زنگ زدیم اونها گوشی نگرفتن. این خودش یک چی است؟ تبلیغ. مورال کی قوی تر است؟ در 2 دوره اول خب ببینید شما دوره اول وزیر صاحب دفاع که اشتراک کرده بود چی که صورت گرفت آتش بسه بسیار به مشکلات قبول کرد افغانا. حتی غرامت جنگی تقاضا میکردیم خب بازم قطر و امارات عربستان سعودی و کشورهای دوست دیگه جمله چین خیلی جنجالی شد روسیه یا نه چی کردن بالاخره آتش بس و بار دوم چرا کشورهای در مجموع آرام بودن که در بین از اونها آتش بس صورت گرفتن. مردمای هوشیار هستن، هر دو کشور مسلمان هستن، همسایه هستن، نمیخواد که دیگه خود تباه کنن، بگذار که خودشان بین خود فیصله کنه. کشورهای دیگه مداخله نکرد. ولی بار دوم قطر و مردم ترکیه سعودی سیلبین بودن در جلسه، مداخله که نداشتن ولی سیلبین بودن، نظارت میکردن. کشورهای دیگه هم نظارت کننده بودن با شمول ژورنالیستای انگلیس و امریکا و در مجموع کل میدیا موجود بودن. اونجا دیدن که پاکستانیا بیخیات چوکات برآمد، از انسانیت برآمد، از اخلاق اجتماعی برآمد، زیر تاثیر رفتن، بالاخره فرار کردن از سر میز مذاکره. به این معنی که مردم افغانستان حق است، بر حق بودن، هم در دوره اول هم در دوره دو. همه چیزا را مثل یک انسان با حوصله، یک مسلمان با حوصله، یک کسی که با نفس و خود حکیمیت داشت، تقوا داشت سر خود و از حقیقتا کام چیزی را پت نمیکنه، حقیقت داشت. به اون خاطر موافقانه بود. دو دوره به نفع افغانستان بود. پاکستان فرار کرد، ما نکردیم فرار. بارسوم امیدوار هستم مردمای قوی در رأس مذاکره و اردو مسلکی و هم رئیس استخبارات پاکستان و افغانستان رئیس استخبارات پاکستان این دفعه تبادل اسناد فکتوار به که دیگه پیش میکنه، ببینیم کی میبره. سپاسگزارتان آقای اوریا. با نگاهی به 2 دور مذاکرات، دور سوم را چطور میبینین؟ تشکر. سلام بر شما، سلام بر جناب امان صاحب و سلام بر بینندگان و شنوندگان نهایت عزیز و ارجمندتان. نخست اگر اجازه بفرمایید کی به دست پر میره و کی به دست خالی میره؟ بله امیرم پاسخ بتین میشه. در استانبول دوم ما نامش میمانیم
جانب افغانستان دست پر میره به خاطر که این حامل منافع ملی خود هست و در دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و منافع ملی خود اونجا صحبت میکنه و دارای یک استراتژی مشخص است و در صحبت هم استقلال کامل داره و یک استراتژی معین را که او صلح ثبات در افغانستان و منطقه است تعقیب میکنه و حمایت کشورهای منطقوی را هم با خود داره. با که دستش پر است پشت سرش هم پر هست. درست. اما جانب پاکستانی ابزار است، وسیله است در دست امریکا، حامل منافع ایالات متحده امریکا است و همین منافع امریکا را در دست گرفته میره دوحه و به خاطر تأمین منافع امریکا در اونجا چانه‌زنی خواهد کرد و در جریان مذاکرات هم از امریکا دستور و هدایت خواهد گرفتن. پس هم دستش خالی هست و هم پشت سرش خالی است. پشت سرش نه ملت پاکستان وجود داره نه حمایت کشورهای منطقه. آقای ترامپ از یک 15-20 نفر جنرال پاکستانی که ملت پاکستان به اسارت گرفته و منبع جنگ و تشنج در منطقه هستند استفاده ابزاری میکنه. درست. و استفاده ابزاری نهایت موقتی خواهد بود و روز دیگه اینا را در باطلدانی خواهد انداختن. درست. پس در این مذاکرات دست بالا هم هیئت افغانی داره و در گذشته هم داشت و حامل حقیقت و حقایق هم هیئت افغانی هست. درست. پس پیروزی هم از آن هیئت افغانی خواهد بود. شما فکر میکنین داوری را هم کشور ترکیه و قطر خواهد کردن. وقتی شما از پیروزی احتمالی صحبت میکنین، فکر میکنین این بار با توافق میرسن؟ حالا مسئله TTP هم چیزی جنجالی شد در دور گذشته، مسئله طیاره‌های بی سرنشین آمریکایی هم جنجال برانگیز شد. فکر میکنین این دور به این مسائل توافق میشه؟ هرگاه پاکستان هیئت پاکستانی حامل منافع مردم پاکستان می بودن در همون نشست اول توافق صورت می گرفتن. این که هیئت پاکستانی در دفاع از منافع امریکا در اونجا صحبت میکنه، این مذاکرات پیچیده می سازد، مذاکرات بغرنج می سازد. اینجا هست که ما 3 سناریو رو در پیش روی داریم. خب یک، ممکن است در ختم مذاکرات یک اعلامیه صادر شود، ممکن است در ختم مذاکرات توافق صورت بگیره و ممکن است سناریوی سوم مذاکرات به دور بعدی یعنی به دور 4 بره. درست. در هر 3-4 سناریو فکر میکنین احتمال شکست آتش بس بعد از وجود نداره اگر توافق نشه؟ در هر 3 سناریو ادامه آتش بس وجود داره. نباید فراموش کرد که جنگ افغانستان با پاکستان نیست. جنگ افغانستان حتی با ملیشه‌های پاکستان هم نیست. با کی است؟ جنگ افغانستان غیر مستقیم با امریکا هست و ملیشه‌های پاکستانی اونا را به اجاره گرفته، مزد برش میده، اجیر هستند و به حیث اجیر استخدامش کردن و اونا استقلال و تمامیت ارضی افغانستان نقض میکنه. درست. تشکر. برمیگردم با شما دوباره. اما امان صاحب نظر شما چی است؟ اگر موافق هستین با آقای اوریا که طرف افغانستان آمریکا است، پس چرا با پاکستانیا باید نشست و مذاکره کرد؟ چرا از قطر و ترکیه نمیخواد افغانستان که آمریکا را بیاره سر میز مذاکره؟ وګورئ په ادامه د اوریا صاحب د خبرو سره زه څه اضافه هم کوم. ترکیه څوک ده او قطر څوک ده؟ کی هستن اینا؟ دا هم د امریکا خلک دي. د امریکا همدا اوس په 20 کاله فقط میانجیگری میکنن. عرض کنم په 20 کاله حضور د ناتو په موجودیت کې امریکان ترکان په افغانستان کې نه بود. 2 دورې قمانداني د عملیاتو د افغانستان د ترکانو په لاس کې نه بود. راغلو دې ته چې هغه هم امریکا ده و نن استراتیژیک نزدیک ملګری پاکستان نن نه ده د ترکیې وله په جریان د دونو وختونو کې و. قطر وګورئ چې هم همداسې جریان ده، هغه هم د امریکا نه نشي کولی ځان خلاص کړي
منګه نس کول سم هغه ته من برات ورکو قطر ته امریکا نو الته اثر نه لري سیاسي او نظامی اثر په قطر نه لري په دې موږ ټول پیګوس په باندې ډېر اثر لري کور آباد زوی لوی چې د میاجګری کړي ده د امریکا مذاکرات د افغانستان د خلکو کور آباد څه اوس مذاکرات مخته چولې دي د افغانستان مثلا کمی ما ایجا تناقض میبینم امان سیب اگر قطر و ترکیه دوستان از طرف آمریکا حضور دارن در مذاکرات چرا پس دوستان افغانستان هم شناخته میشن اینا؟ ګوره دا سیاستونو ډګر ده دلته موږ نس کول دایمي دښمن پیدا کو یا د خپل دښمن په خاطر بل ځان ته دوست دښمن کو دلته موږ نور روابط لرو تاریخي د ترکیه سره موږ نور روابط لرو دینی د قطر سره موږ شل کلنه جګړه د قطر په کور کې حل کړي فیصله کړي موږ دا ها نزاکتونه موږ کول خولاند کو ولی شرایط فرق کی زمان فرق کی په یاد به می اول ورځ بمبار چې کابل باندې وسو ما ته ول د امریکا امر و په یادم دی بله دقیقاً اما چانه منله هیڅ فکر نه و دې موضوع ته ما ویلې چې دا بمبار د امریکا لخوا سوی په پاکستانیانو په دې خاطر چې آصف منیر لوی درستیزه لاړ او د ترامپ خو ته وګورځي چې افغانستان ځ خالص علاقو امر راکې امایا مې کوي دغه ټول موضوع د غجنه شروع ده سپین معنی نه کله چې بمبار څو 1.2 میلیارډ ډالر چک امضا شو پاکستانیانو ته په مصر کې ترامپ ناستو وای د افغانستان او پاکستان جګړه ده وای اوس خو په سفر کې هم څه به ته لاړم بیا دا موضوع زهالوم په یو ټلیفون ټویټ باندې آیا جنگ څوک دی امریکا دا کوم فشارونه دي ګورې د امارات اسلامي بیان څه وای چی میگه وای امریکا غیر مستقیم غواړي د پاکستان په لور باندې فشار او راړي په افغانستان جنگ تعامل کی او د تقاضا د اړې موږ امریکا وکي او موږ ورته چراسه جګړه موږ خط گاډه درکو او ما څه ویل واغه وخت تاسو هغه باس کې ویل چې مکه د چترام د چین جمهور سره کینی امدا چې ز افغانستان سم زما اډه په کار د فشار د سیاسي راوړي د چین پر جمهور باندې ولی روسان عکس العمل خود هند عکس العمل خود ایران عکس العمل خود خپل چین عکس العمل خود حتی ما خوندل دا کم جزیره ده دا باګرام کم جزیره ده آیا د افغانستان مربوط نه ده د افغانستان په گاونډي کوم ځای کې مستقل پروت ده زهار یو وای د زماده د څوګنی سره وره د افغانستان خاور ده په 100 کیلومترۍ کې د پلازمینه د کابل پراته ده د افغانستان هوایي ډګر د نظامی په ټول د تاریخ کې سل کلن تاریخ لري تاسو خو نو څاري وای د زماده تا بد کړی چې راغله او بد وکړه چې وټخېدلې خو ما ته د وکړه چې فرار دی وکړه اوس به دې چلو بانو باندې د امریکا وخت د چین په رئیس جمهور باندې فشار راوړي امریکا وخت چې په افغانستان په حکومت فشار راوړي ولی پاکستان دلته عاجلانه حرکات خپل وکړل د امریکا د خاصو په مقابل کې د ډیر تیز لاړه افغانستان بل اخره پر ازماینه کابل بمبارد کو به طرف خلک وزل پکتیکا کې د منګ سپورتمنانو په شهادت ورسول دې جواب ورکړی د ان شاء الله نور به ورکی زه وایم کداغه مذاکرات زه فکر کوم ک چیرته یو څه نتیجې ته ورسیږي ادامه وکي او کداغه نتیجه لکه دویم ځل لپاره څه مذاکرات دویم مختل شوه دا که مختل شو ختم شو نور افغانستان خلک دی هم متام جګړې ته آمادگی ولرو جهاد به اعلان بسیار نکته جالب بسیار تشکر اما میان برنامه کوتاه میگیریم و باز میگردیم ادامه گفتگو اوریاس سوالی که من از شما داشتم از زمان پرسیدم حالا نوبت شماست اگر طرف افغانستان آمریکاست چرا خود آمریکا در میز مذاکره نیست و آیا شما موافق هستین که همین قطر و ترکیه هم از آمریکا نمایندگی میکنن ببینین گره کور در همینجا هست که درست شما اشاره فرمودین نخست باید سپاسگزاری کرد از کشورهای برادر و مسلمان ترکیه و دولتایشان و قطر از این میزبانی و میانجیگریشان قابل قدر و قابل ستایش و قابل تقدیر هست و یک نوع حرکت برادرانه هست نه از طرف آمریکا و در پهلوی ازی چرا امریکا گره کور در اینجا هست آقای ترامپ اشتباه کرد در انگلستان اعلان کرد که هرگاه طالبان
پایگاه باگرام برای ما واگذار نکنه برش بسیار خطرناک خواهد بود. و آقای ترامپ باز اشتباه کرد که این خطر توسط جنرالای پاکستانی ایجاد کرد. اونا را اجیر کردن تا خواستن با افغانستان فشار وارد بکنه و امتیاز بگیره و این اشتباه آقای ترامپ است. آقای ترامپ میتونست مستقیما با حکومت افغانستان وارد مذاکره شود، همونطور که در گذشته مشکلات بر بنیاد مذاکرات و تفاهم و دیپلماسی بین امریکا و افغانستان حل شده، مشکلات باقی هم قابل حل بوده. روی علت این اشتباه آقای ترامپ بوده و طبیعتا اگر آمریکا اگر ترامپ باگرام را بخواهد که امارات گفته قابل مذاکره نیست، پس این مشکل حل شدنی نیست از این مسیر. پس در جریان مذاکره اونا را میتونستن قانع بکنه که این منافع ملی ما ایجاب نمیکنه شما در اینجا حضور داشته باشین. در مذاکرات بزرگترین پرابلم ها قابل حل هست و بر بنیاد مذاکرات صادقانه میتونه طرفین از منافع ملی خود حفاظت بکنه. هرگاه امریکا و ترامپ مستقیما وارد مذاکره میشدن با امارت اسلامی افغانستان، یقینا منافع ملی امریکا تأمین میشد و یقینا منافع ملی افغانستان هم حفاظت میشدند. حال که به اصطلاح این معادله را واگذار کرده به جنرالای پاکستانی، جدا منافع ملی امریکا خدشه‌دار شده. اتوریته و موقف امریکا به سطح جهان خدشه‌دار شده به خاطر که از نیروهای اجیر و نیابتی استفاده میکنه. و شما باید داشته باشین که در آخرین تحلیل مذاکرات بین امریکا و افغانستان چی به شکل دو جانبه و چی به شکل چند جانبه صورت خواهد گرفت، روی مسائل مختلف و بحث صورت خواهد گرفتن. درست، اما اگر مذاکرات نتیجه نده، امان سے باور چی است که افغانستان آماده جنگ است. حالا قصد مقایسه نظامی دو کشور را نداریم، ولی شما موافق هستین افغانستان آماده جنگ با پاکستان خواهد بود؟ ببینید ما 3 سناریو را خدمت شما پیشنهاد کردیم. افغانستان هیچ وقت طرفدار جنگ نبوده و با هیچ کشور همسایه خود حمله نظامی نداشته و نمیکنه و هرگاه پاکستان باز هم با دستور امریکا علیه استقلال و تمامیت ارضی خود افغانستان گام برداره، ما به باور هستیم که حکومت افغانستان و مردم افغانستان با قاطعیت هم از استقلال و تمامیت ارضی خود دفاع خواهد کرد و هم متجاوز جوابای دندان شکن خواهد دادن. و این امکانات را افغانستان داره به لحاظ نظامی؟ ببینین افغانستان چند خوشبختی با خود داره. چی است؟ یک، پاکستان از افغانستان چی میخواهد؟ میگه تو فتوا صادر کو که علیه حکومت پاکستان باید جهاد صورت نگیره. ببینین 70 سال پاکستان فتوا صادر کرده، مرحال برای افغانستان تضرر میکنه که شما فتوا صادر کنید. پس ببینین بزرگترین سلاح، نیرومندترین سلاح دنیا امروز در دست افغانستان است که او فتواست. و با همین فتوا امروز پاکستان محتاج هست. او سلاح اتمی، سلاح دیگه هم نمیتونه در پاکستان امنیت تامین بکنه. پس این یک برتری افغانستان هستند که صلاحیت صدور فتوا را داره و هم صلاحیت از این داره که فتوا را صادر نکنه. یعنی این بالاتر از بمب اتم هست. درست. بمب اتمی که پاکستان نمیتونه امنیت برش بیاره مگر محتاج به فتواست. درست. پس این یک برتری نسبت بلند و بالای افغانستان است در نبرد. درست. و نبرد معمولا توسط ایدئولوژی صورت میگیره که او ایدئولوژی را هم مردم افغانستان داره هم نظام افغانستان داره و این چیز را پاکستان نداره، نه ایدئولوژی داره نه فتوا داره. ریاض بزرگوار برمیگردم دوباره به نتیجه گیری با شما، اما امان سے یک نگاه کوتاه داشته باشین به حسرت اسحاق دار که دیروز در پارلمان گفت
یک گلاس چای برای ما گران تمام شد. یعنی چی؟ خب تعبیرها مختلف است. من نفهم که پاکستان از روی چوی گپ زده. مشکلات که پاکستان داره مربوط خودشان است. اینا ادعا میکنن فیض حمید فعلا در زندان افریدگی است که مخالف سرسخت آصف منیر بود که لودرستی شد. وقتی که لودرستی شد 2000 افسر رتبه مختلف تا جنرال استفاده از فوج اردو برآمدن دمو وقت زمانی که منیر لودرستی شد. به اصطلاح از اونا گفت یک آدم بی‌کفایت و به استعداد و جا طلب و قدرت طلب است، مثل که ما حال برداشت از این داریم که اردوی یا فوج پاکستان به دست حلقه مخصوص افتیده و هر جای مثل توپ فوتبال وره استعمالش میکنه، شوت میکنه. اینا به این فتوا رسیدن، به این موضوع رسیدن که گویا حمیدگل فیض حمید چرا در 2021 به کابل رفت، چرا در هتل سرینا قهوه خورد و به دنیا نشان داد که ما دست اول در افغانستان ماستیم و مردم افغانستان از این خشمگین شدن، علیه ما جنگ شروع کردن، در صورتی که هیچ گپ ای نیست و او به یک ویزا آمده بود، به دعوت آمده بود، کشورهای دیگه هم آمده بود، از ایران هم آمد، از روسیه هم بود سفیرایشان، اونا هم بودن. او که میمان خاص نبود که بیاید افغانستان و در مستقیم در هتل کی برش انتخاب کرد، اتاق کی برش داد کلیشه، خب افغانا داد برش. درست. میم به این سوال که چون وقت برنامه محدود است جناب امان صاحب، افغانستان چی داره؟ باور اوریا صاحبی است که یکیش صلاحیت فتوا است که پاکستان محتاج. ما تایید میکنم گپ فتوای اوریا صاحب دقیق کسی گپش در پالیش اضافه باید تو کنیم. ما میگم اگر ما گفتم سوال اول شما گفتم از مدن خطاست، ما سر هیچ نوع سر پاکستان باور اعتبار ندارم. اونا پشت بانه میگردن، اونا ایره درک میکنن که رابر جی دی پی میگه من در پاکستان هستم و او میگه که نه توش در افغانستان است. ما میگم آسمان صاف است، میگه نه ابر است. بنان ما آماده جنگ باید باشیم. گزینه آخرش آماده جنگ باید باشیم. درست. و ما به مردم یعنی بعد از فتوا و بعد از این مسائل دیگه عملا جنگ مستقیم. ما چه میگم فتوا به خاطر چی بتن؟ به خاطر از اینکه دیگه علی پاکستان مثلا چرا او را به ما چی؟ ما چرا ما جهاد اعلان کردیم در پاکستان که ما پس فتوا بدیم که علی دولت پاکستان؟ آیا افغان ها اونجا می جنگه یا خود مردم پاکستان می جنگه یا خود صوبه های زیر اثر پاکستان که هستن؟ افغان ها استثمار که سرشان است، بلوچا که سرش استثمار هستند، سر سیندیا که ظلم است که زندانا را پر کده 85,000 نفر 2001 تا حال گم هستند، سرنوشت معلوم نیست، مرده است زنده است از مناطق مختلف پشتون نشین. نه معلمش من پری روز اگه عالم خود ترور کردن. چرا ترور کردن عالم دینه؟ چه گفته ترور کردن کشتن او را به شهادت رساندن؟ خود جواب نمیتن. اونجا قتل و قتال میکنن، اونجا مردم در زندان میندازن، اونجا تجاوزهای جنسی سر مردم میکنن. باز میگه که فتوا از ما میخواد. چرا فتوا ما بتیم؟ درست. با کدام دلیل فتوا بتیم؟ جمع بندی کنید. اگر جنگ مستقیم منظورتان چی است؟ جنگ مستقیم اونمو که باز بمبار شروع میکنه، اونمو که ما پیاده میدریم تا اسلام آباد به خدا برسانیم که 1 میلیون کشته شدن، 2 میلیون کشته شدن. این جنگ فیصله کن شو بعد پاکستان. من نظر من این است. ما دیگر راه نداریم هر روز کشته شویم خوب است. یا یک دفعه فیصله شوه، بگذار که با جهان مداخله کنه. در بین اتک به در قطعات صلح‌آمیز ملل متحد ارزو داریم که اونجا بفته بعد از این بس دیگه. به یک جنبندی کوتاه‌تر برخواهم گشت پیش شما و اما جنبندی شما رو در 2 دقیقه اوریا صاحب میگیرم. بحث قبلیتان رو تکمیل کنید و همونطور چشم اندازم بگوین. بحث قبلی ما را خب مختل کردین، مگر به حال به سوال جدید شما پاسخ میتیم. یک، پاکستان باید اجازه نده که طیارات امریکا بی پیلوت امریکا از حریم اونا به و استقلال و تمامیت ارضی افغانستان نقض بکنه. پاکستان باید کمپای داعش منحل بکنه و داعشی ها را نگذاره که روان نکنه، ارسال نکنه که و تا در افغانستان بی ثباتی و بی امنیتی را به وجود بیاره. اما چیزی که مربوط با مردم پاکستان است، بخصوص بلوچ،
اونا آزادی و استقلال خود میخواهی حق مسلمش است که بر بنیاد منشور سازمان ملل متحد هر مردم میتونه سرنوشت خود به دست خود تعیین بکنه. جهان باید از مردم بلوچ حمایت بکنه تا بتانه به سرنوشت خود برسه، یعنی به استقلال و تمامیت ارضی خود برسه. حتی اگر پاکستان تجزیه شود؟ دوم از آن جایی که پاکستان به نام اسلام ساخته شده، مگر حال در اونجا یک حکومت سکولار حاکم است. پس مردم پاکستان صلاحیت داره به خاطر ایجاد یک نظام اسلامی در پاکستان، حکومت اسلامی در پاکستان، یک عدالت، دست به سلاح بزنه، دست به مبارزه مدنی بزنه تا بتانه سرانجام به می اهداف مقدس خود نائل شود. این مربوط میشه به زندگی داخلی پاکستان. اما چیزی که مربوط به افغان ها هستند، افغانستان در امور داخلی هیچ کشور همسایه با خصوص در امور داخلی کشور پاکستان مداخله نکرده و نمیکنه. اما میم سر چای جناب پیس حمید که به حساب تضرع به کابل آمده بود، اینجا در خانه افغان ها بوده، اما بدون اجازه مالک خانه ای چای نوشیده بود. هر کسی که در خانه افغان باشه و بدون اجازه افغان چای بخوره، او چای برش به زهر تبدیل میشه. امروز امو زهر هستند که پاکستان مصاب شده و آیسته آیسته به طرف فروپاشی و مرگ تدریجی گام بر میداره. تشکر. کسی بخواه یا نخواه پاکستان تجزیه میشه، پاکستان به طرف فروپاشی میره و آیسته آیسته با موسو گام بر میداره. اما نباید فراموش کرد که همین دوستی و شب خیمه بازی های امریکا با پاکستان این نهایت موقتی خواهد بود، نهایت گذرا خواهد بود و آینده پاکستان با خصوص جنرالایشان وخیم، تاریک و رقتبار خواهد بود. تشکر. بسیار ممنون. 1 دقیقه برای جلوگیری از تجزیهش پاکستان چه باید کنه؟ ما عجل یک حکومت نو نظامیه را از قدرت انداختن، مثل که در 78 سال نه در قدرت بودن و اداره میکرده پاکستان. اونا باید بعد از این اداره نکنه، اداره باید مردم کنه پاکستان، عام مردم کنه برای انتخابات خود. هر کس که رئیس جمهور شد، صدر شد، بدون صدریت این میتونه اینا در قانون اساسی خود تغییرات عاجل بیاره، از سر جور کنن، قانون انگلیس از بین ببرن، یک کشور اسلامی حقیقی اعلان شود و فتوا جاری شود اونجا، شریعت جاری شود. اما بلوچا هم وقت آرام می نشینن؟ بلوچا حاضر هستن به کشوری که اسلامی حقیقی جور شود. ما فکر نکنم که بلوچ آزادی خود بخواه. حقوق بر ازوا که ادا شود در چوکات شریعت اسلامی، ما فکر نکنم که بلوچا بگه که ما آزادی میخوایم. سپاسگزارتان آقایان کامران امان آگاه سیاسی و نظامی، همچنان فضل الرحمن اوریا آگاه روابط بین الملل بابت حضورتان و تشکر از شما که همراه ما بودید. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.